جام شوکران مجنونش اینطوری برداشت و افتخار دموکراسی میزان رأی ملت اخبار 4 تا خر خیرت جمعی 4 تا خر یه خر جدیده. وقتی مردم رأی و نفهمن یعنی چی، سیاست کشورشون ندونن، شعور سیاسیشون کم باشه، حتی اگر این مردم متمدن باشن اما شعور سیاسی نداشته باشن، 4 تا خری هم که تو سیاست هیچ اطلاعات ندارن، همیشه سرشون کلا میره و همیشه بدبختن و همیشه دور خودشون میچرخن. میخورم جام شوکران را سقراط، میزنم جام شوکران را به نام دموکراسی ملت نادان و با افتخار میخورم. زد جام زهر رو کشید بالا و مثل مرد ایستاده مرد. فهمیدن یک دغدغه است، ولی دغدغه فهمیدن خیلی مهمتر از فهمیدن است. پس یه دینی داریم به نام آشوری، یه دین بعدش اومد به نام زرتشت، دین ابراهیم. آشوریا قبول نکردن دین بعدی رو، جنگ شد، زرتشتی‌ها آشوریا رو کشتن، آشوریا زرتشتی‌ها رو کشتن تا دین بعدی یعنی موسی. یهودی‌ها به این 2 تا دین اضافه شدن. حالا این وسط آشوریا یهودی‌ها رو کشتن، یهودی‌ها زرتشتی‌ها رو کشتن، زرتشتی‌ها آشوریا رو کشتن. همه دنیا میخواد این 3 تا دین رو راجعش حرف بزنه، اصلا میگه دین وجود نداره. همه دنیا میگه الان اسلام درگیر شده با مسیحیت، جنگ‌های صلیبی. این 3 تا دین کجا رفتن؟ یهودی‌ها تمام پولاشون رو گذاشتن، میلیاردها دلار خرج میکنن که بگن شعیب پدرزن موسی نیست. میلیاردها دلار دارن خرج میکنن که بگن فرعون مصر زرتشتی نبود. زرتشتی‌ها میلیاردها دلار دارن خرج میکنن که بگن ابراهیم زرتشتی نیست. ادیان ابراهیم ادیان قدیم. فهمیدن یک دغدغه است، ولی دغدغه فهمیدن خیلی مهمتر از فهمیدن است.